هذا النور شفاء صدور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. السلام عليكم و رحمت الله تعالی و برکاته. سیگارکشی انسان را به مرگ میرساند. در قسم یکم این موضوع را برایتان از نظر علم طب معلومات مختصری دادیم. امروز باشد از نظر شریعت اسلامی این موضوع را بررسی میکنیم. زیرا امروز مردان به نظر میرسند که حق فرزندانشان را سیگار میخرند و حتی در یک روز زیاده از 2 قوطی سیگار را استفاده میبرند. اگر یک قوطی سیگار زیاده از 10 سامانی باشد، پس در یک روز زیاده از 20 سامانی را صرف و اسراف میکنند. در مدت یک ماه شخص سیگارکش خیلی سوم کلان را برای سیگار خریدن اسراف میکند. مگر این حق فرزندان و حق اهل خانواده نیست؟ سیگارکشی مهلتناک انسان را به کسلی‌های سکته قلب گرفتار میکند. سیگار قابلیت دارد که لب‌های انسان را خشک میکند و شش انسان را سیاه میگرداند. از این خاطر این است که خداوند میگوید خودتان را با دست خود به هلاکت نرسانید. چنانه که در کلام جاویدانه‌اش قرآن کریم در سوره اعراف آیه 157 در خصوص حرام کرده هایش می‌فرماید چیزهای پاکیزه را برای آنها حلال می‌کنم و چیزهای ناپاک را حرام و بار گرانشان را از دوششان بر می‌دارم. ناپاکی و پلیدی‌هایی را که خداوند برای بندگانش حرام کرده است، در عموم هر چیزی که نفس لطیف انسان آن را قبول نداشته منفور می‌شمارند. یکی از این ضرررسان‌ها سیگار و یا سیگارت که با زبان تاجیکی تماکویش می‌نامیم به شمار می‌رود و آن در ترکیبش ماده زهرناک نارکوتیکی با نام نیکوتین دارد. پس برادران عزیز، باعث تأسف زیاد است که سیگارکشی در بین بعضی از جوانان ما روزهای اخیر یک نوع عنعنه شده است که نمیدانم این از نادانی و یا تربیت سست سالهای اخیر باشد و یا از کم توجه والدین نسبت به فرزندان باشد که این زهر را جوانان امروزه ما همچون رمز جوانی و مردانگی میپندارند. سیگار از 12 محصولات ساخته می شود. یکم کاغذ، دوم کراسکه، سوم نیکوتین، چهارم متانول، پنجم اوگرنیگاز، ششم کلی، هفتم میشیک، هشتم متان، نهم باشد بوتان، دهم کدمی، 11 امانی، 12 ککسامین می باشد. این 12 چیزی که نامبر شدن همه موادهای شیمیایی و قاتل انسان می باشند. از زهر بدترند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرمایند هیچ طلب از سوی خداوند از طلب سلامتی خوبتر نیست. یعنی شما از خداوند همیشه تنصیحاتی را آرزو و تمنا کنید. علما میگویند دهان انسان نوزکش و یا سیگارکش مثل خانه ویرانه است. واقعی قضاوت بر شماست. خداحافظ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.